خطرات رابطه مقعدی. در تماس جنسی مقعدی بیشترین خطر انتقال ویروس وجود داره و هر دو شریک جنسی در تماس مقعدی در خطر آلودگی به عفونت قرار دارند. در تماس مقعدی مدت زمان تماس با ترشحات جنسی بیشتره و لذا خطر کسب عفونت هم بیشتر میشه. از طرف دیگه چون احتمال آسیب و آزردگی مخاط وجود داره، بنابراین خطر تماس با خون آلوده نیز اضافه میشه و احتمال مبتلا شدن فرد باز هم بیشتر میشه. نکته مهم دیگه اینه که ابتلا به عفونت‌های آمیزشی مثل سوزاک، زخم تناسلی یا تبخال تناسلی خطر انتقال HIV رو افزایش میده. یعنی اگه کسی مبتلا به یکی از این عفونت‌ها باشه و با فرد دیگری رابطه جنسی برقرار کنه، خطر ابتلا به عفونت HIV در این فرد و شریک جنسی او بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود. لطفاً نظرات و سوالات خودتون رو برای ما کامنت کنید.